سامان کجا شد؟ نمیدونم از قفا می اومد. سامان بد چی شد سامان؟ سرگرگ رو دیدم. این افسانه رفتار چند بگو. برککتن شنده رسی ها؟ خیر رفتین. نمیتونم خود مریض نکرده استم. بدون چی؟ سامان ساگر گزده. بیا از اینجا تسر رویم. هزوم رو گیر. باز نخوابی. میدانستی که پدرت از رسیه خط نوشته است. نوشته است که مادرت همراهش است. کار میکند و بزودی هم برمیگردم. نه کیتله، من دروغ گفتم. پدرم کسلی روحی داره، شاید هیچ وقت صحت نشود. مادرم هم به نام نشاند ما را گذاشته رفت و همه شما این را خوب میدونید. ما با خودمون نباید دروغ بگوییم. سلام دوستانی عزیز، اگر همین ویدیوی ما 2000 لایک گیرد ما فیلم پوره را در یوتیوب کانال سعید جان رحیموف میپارتیم. آبونه شدن و لایک موندن را فراموش نسازید.